سخنگوی گروه تندرو در بسیار کشورها از جمله در تاجیکستان ممنوع طالبان ذبیح الله مجاهد روز 2 اکتبر با نشر 3 عکس در توییتر خبر داد که نیمروزی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان امیرخان موتقی با سفیر ازبکستان شادمانوف یادگارخواجه محمدویچ و هیئتی که او را همراهی میکرد واخورد. جناب محمدویچ مسائل همکاری های دو جانبه را بررسی کرده درباره نقش بازسازی فرودگاه مزار شریف و از سر گرفتن پروازها از ازبکستان به کابل بیانیه‌های جالب کرد. ازبکستان از بین کشورهای آسیای مرکزی یکی از نخستین‌ها شده در پی جستجوی راه‌های تماس با رژیم نو طالبان در افغانستان شد. این کشور روز 14 سپتامبر به افغانستان 1300 تن کمک بشری فرستاد که نخستین کمک تاشکن به افغانستان بعد به دست طالبان گذاشتن امور آن کشور بود. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیوف قبلا گفته بود که تقریبا 2 سال باز با نمایندگان طالبان تماس داشت. با طالبان دیپلمات‌های ترکمنستان نیز فعالانه در تماس میباشند. طالبان اخیراً حتی پرزیدنت ترکمنستان را به مناسبت جشن استقلال کشورش تبریک گفت. روز 23 سپتامبر با موتقی در کابل معاون رئیس شورای امنیت قرقیزستان طلعتبک مصادقوف و سردار شعبه سیاست بیرونی دستگاه پرزیدنت قرقیزستان ژنبک کلیبایف نیز ملاقات کردند. به دنبال وزارت کارهای خارجه قزاقستان در سامانه رسمیش خبر داد که سفیر این کشور در کابل علیمخان اسنگلدیف با وزیر کارهای خارجه افغانستان امیرخان موتقی مسئله رسانیدن کمک‌های غذایی و دیگر یاری‌های بشری را بررسی کرده است. به فرق از دیگر کشورهای منطقه تاجیکستان از اول نسبت به طالبان موقع شدید گرفت و گفت حکومتی را که در آن به نمایندگان اقلیت‌های قومی افغانستان بخصوص به تاجیکان آن کشور جایگاه شایسته داده نشود اعتراف نخواهد کرد. اخیراً طالبان تاجیکستان را در دخالت در کارهایش ایبدار کرده و گفت هر عملی عکس‌العملی دارد. جنگ تهدیدها بین تاجیکستان و طالبان بعد اوج گرفت که اخیراً مسکو با اظهار نگرانی از این نمایش زور و بازو هر دو جانب را به آرامی دعوت کرد.